به نام پروردگار یکتا. سلام. آخرین قسمت از برنامه مادر باردار رو در خدمتتون هستیم و گفتگو میکنیم. قسمت آخر دو بخش، یک بخش راجع به امنیت نوزاد و بخش دیگه راجع به نقش پدر هست. جلسه قبل ما شما رو تا آستانه اتاق زایمان بدرقه کردیم و با دعای خیر بدرقتون کردیم و قاعدتا الان نوزادتون به دنیا آمده و حالا شما از اتاق زایمان بیرون اومدید. همونطور که در مقدمم گفتم ما در مسائل فنی صلاحیت دخالت نداریم، بنابراین درباره آنچه که در اتاق زایمان میگذره صحبتی نداریم. زمانی که نوزاد به دنیا میاد و شما به اتاق منتقل میشید، در لحظات اولیه تولد یادتونه راجع به تولدهای چندگانه صحبت کردیم تو بخش منشأ نگرانی ها: تولد نطفه‌ای، تولد روحانی، تولد زیستی، تولد عاطفی یا تولد معنوی و بعد تولد اجتماعی و تولد الهی. اونجا این نکته رو تذکر دادیم به نقل از توماس هریس و ما هم تایید میکنیم این مسئله رو. هرچه زمان بین تولد زیستی و تولد عاطفی، یعنی دریافت نوازش از طرف نوزاد، کمتر باشه وضعیت مطلوب تره. متونی که به فارسی ترجمه میشه در زمینه نوزاد هست کمتر دیدیم راجع به بحث امنیت صحبت بشه، ولی 30 سال تجربه کار با مادر و نوزاد این مسئله رو به ما نشون میده که امنیت روزهای اول تولد بسیار مهمه، بسیار مهمه. البته این نیستش که در متون علمی گفته نشده باشه، ولی تحت نام امنیت من کمتر دیدم اشاره شده باشه، در حالی که امنیت بسیار مهمه. در نظریه مازلو چند بار ما اینو تکرار کردیم، بعد از زیست امنیت مهمترین نیاز کودکه و حتی من میخوام بگم وقتی که زیست کودک دچار اختلال میشه، نیازهای زیستی نمیرسه، مثل غذا، مثل آب، مثل به هر حال محافظت در برابر عوامل جوی، باز هم امنیت کودکی که به خطر میفته. علاوه بر اینکه زیست دچار مشکل میشه، امنیت به خطر میفته. در دوران نوزادی ما باید حد اکثر تلاشمون رو برای تأمین امنیت نوزاد بکنیم. امنیت مسئله بسیار مهمیه. ریشه بسیاری از ترس‌های ما در طول زندگی ناشی از ناامنی نوزادی و کودکیمونه. درباره ناامنی و وضعیت ایجاد امنیت حالا در برنامه نوزاد ما بیشتر توضیح میدیم، ولی در برنامه مادر باردار در حد همین کارهایی که در این روزها باید شما انجام بدید صحبت میکنیم. دوستان، روزهای اول تولد، 2 ماه اول تولد بسیار روزهای مهمیه، بسیار مهمه. این روزها قابل تکرار نیستن، بنابراین دقت کنید و این مسئله مهم رو در نظر داشته باشید. نوزاد شما به مرحله تولد زیستی رسیده. چه اتفاقی میفته در این تولد زیستی؟ خب بچه به دنیا میاد، ولی بیاید از یه زاویه دیگه نگاه بکنیم. اتفاقی که میفته اینه، ببینید تا چند دقیقه قبل از تولد جنین قوطه‌ور در یک مایع
فضای تقریبا تاریک، صدا کنترل شده، صدای قلب مادر، صدای صحبت مادر، تنفس لازم نیست، غذا خوردن لازم نیست، هیچ چیزی لازم نیست، همه چی آماده و یک زندگی کاملا امن و بی دردسر. ظرف چند دقیقه این وضعیت دگرگون میشه. نوزاد به دنیا میاد، حالا باید تنفس کنه، نور شدید همه باید تنفس بکنه، ریه رو تخلیه میکنن، هوای خشک، همه اینها دست به دست هم میره و کودک به یک ترس بسیار شدیدی دچار میشه. لحظه تولد سخت‌ترین لحظه زندگی ماست، برعکس اون چیزی که ما فکر میکنیم لحظه مرگ سخت‌تره. نه، لحظه تولد، در یک لحظه همه چی به هم میریزه و نوزاد به شدت احساس تنهایی میکنه و این تنهایی وحشت ایجاد میکنه. هیچ نشانه از اون محیط امن نداره، اون محیط امن از بین رفته. ببینید این دومین جداییه که کودک داره تجربه میکنه. اولین جدایی در زمان دمیدن روح در نوزاد بود. نمیخوام بحثای فلسفی بکنیم، ولی داستانهای زیبایی در این مورد هست که انسان نمیخواد جدا شه، کودک نمیخواد از ملکوت خداوند جدا شه و به این دنیا بیاد. به اون وعده داده میشه جایی که میری بسیار امنه و کسی از تو مراقبت میکنه مثل خدا از تو مراقبت میکنه و اصلا لازم نیست بترسی. و اسم این موجود آسمانی که از تو مراقبت میکنه مادره. نوزاد با اعتماد به مادر به دنیا میاد و این 9 ماه هم اونجا آرام در امنیت کامل. خب وعده درسته، ولی دوباره لحظه جدایی. در یک لحظه، این بار اصلا جدایی متفاوته، اصلا محیط آشفته است. تکلیف من چیه؟ و اینجاست که نوازش و ارتباط عاطفی با نوزاد باید به سرعت انجام بشه. حتی در روش‌های جدید زایمان بلافاصله نوزاد رو بعد از تولد قبل از قطع ناف رو سینه مادر میذارن که تماس پوستی برقرار شه و امنیت بیشتر شکل بگیره. به هر حال این وضعیت نوزاد قبل از تولد و بعد از تولده. حالا نوزاد متولد میشه، شستشو میشه و همون کارهایی که هممون میدونیم و شما از اتاق زایمان میایید بیرون، به اتاق خودتون منتقل میشید و نوزاد رو میارن. وقتی که نوزاد رو به اتاق شما میارن و به شما میسپرن، کار شروع میشه. مهمترین قضیه پرداختن به نیازهای جسمی و روحی کودکه. یعنی بلافاصله باید تغذیه با شیر مادر رو شروع کنه و بلافاصله باید نوازش از مادر بگیره. ببینید این همزمانی چقدر مهمه. تجربه به ما نشون داده هر چقدر نیاز روحی رو سریعتر بگیره از مادر، یعنی نوازش رو، زودتر به نیاز جسمی و تغذیهش پاسخ میده و شیر میخوره. این دوتا خیلی به هم نزدیکن. یکی از مادران حامی گزارشش اصلا نوشته و در پرونده های ما هست که در بیمارستان خواهرم کودکش به دنیا اومد، ایشون میگفتن خواهر من اصولا خانم ساکتیه،
این بچه از زمانی که دنیا می اومد این مادر این برنامه ها رو ندیده بود، این دوره رو طی نکرده بود. اون وقتی که بچه به دنیا اومد یک سری گریه میکرد. بچه در بغل مادر بود، مادرم نگاه میکرد بهش و آروم بی صدا و گریه میکرد. هر کاری اطرافیان کردیم 24 ساعت گریه بچه قطع نشد و سینه نمیگرفت، شیر هم نمیخورد، فقط گریه میکرد. خب ما میدونیم گریه از گرسنگیه. هر کاری کردیم بچه آروم نشد. ایشون میگفتن من یاد صحبت هایی که حالا جسته گریخته در کلاس شنیده بودم از دیگران، چون این کلاس ها ایشون طی نکرده بود، گفت یادم افتاد و به خواهرم گفتم ببین بچه رو بغل کن، ببوسش و باش حرف بزن، بگو مادرشی، بگو خوشحالی، بگو. جالبه، میگو به محض اینکه خواهرم شروع کرد با نوزاد صحبت کردن، نوزاد ساکت شد و 5 دقیقه بعد شروع کرد به شیر خوردن. یعنی اول نیاز روحی رو دریافت کرد، بعد نیاز جسمی رو. برنامه پاسخ به نیاز روحی و جسمی نوزاد از بعد و تولد شروع میشه. نوزاد رو پیش شما میارن. در آغوش میگیرید. حالا ممکنه حالتون خیلی خوب نباشه، اینجا نقش پدر خیلی مهمه. نوزاد رو پیش شما میارن و بلا فاصله باید اولین تماس پوستی شروع بشه. یعنی دست نوزادتون رو لمس کنید، صورتش رو لمس کنید و بلا فاصله شروع کنید صحبت کردن. نوزاد در آغوشتون و شروع کنید صحبت کردن، یا شما یا پدر. ترجیحاً اگر حالتون خوبه شما. یادتونه گفتم با جنینتون صحبت کنید، از یک کلمات کلیدی استفاده کنید و این کلمات رو تکرار کنید، بعضی از شعرها رو تکرار کنید. الان وقت استفاده از این کلماته. نوزاد صدای شما رو میشناسه و وقتی شما شروع میکنید صحبت کردن و کودک در آغوش مادر هست، صدای قلب مادر رو میشنوه. صدای قلب مادر، صدای خود مادر، آدرس، کد بین مادر و کودک پیدا کردم. این صدای قلب، این صدای مادر آشناست، همونه که من در کنارش آرامش داشتم. پس الان هم جام امنه. آرام آرام آرامش به کودک برمیگرده، امنیت شکل میگیره و نوزاد آروم میشه. تجربه های جالبی هست در این زمینه. ما در این برنامه سعی کردیم چند تجربه مادران رو با شما در میون میذاریم، چون شما در اون تجربه ها مستقیم خواهید شنید. من دیگه به اون تجربه ها اشاره نمی کنم. این بخش اول گفتگو بود و حرف زدن. حالا در بخش دوم، بخشی که بسیار مهمه، در بخش دوم نوزاد در آغوش شماست، صدای شما رو میشنوه، شنوایی، لمس پوستی داره با شما، لامسه. بینایی کودک خیلی قوی نیست، میدان دید نوزاد محدوده. تقریبا از موقع که کودک نوزاد داره شیر میخوره حدود 30 سانتی متر میدان دید نوزاده که صورت مادر رو میتونه ببینه، بقیه اطراف صورت مادر محوه و این از نکات بسیار جالب آفرینشه که کودک در روزهای اولیه فقط صورت مادر رو ببینه و فعلا به محیط اطراف کار نداشته باشه. همه اینها رو ما نشانه های
نیاز کودک به امنیت میبینیم. چهره مادر رو میبینه، صدای مادر رو میشنوه، پوست مادر رو لمس میکنه، شیر مادر رو داره میخوره. ببینید حواس پنجگانه. و بوی مادر رو استشمام میکنه. مسئله بسیار مهم اینجاست. نکته‌ای که من ندیدم تقریبا به این مسئله اشاره شده باشه. نوزاد شنواییش بسیار حساس و قویه و بویاییش. نکته‌ای که شاید ما تا حالا به اون توجه نکردیم. بویایی نوزاد، شامه نوزاد بسیار قویه. بوی مادر، صدای مادر، این دو با هم دارن ترکیب میشن و در عمیق ترین سطوح ناخودآگاه نوزاد امنیت رو میسازن. صدای آرام بخش همراه با این بو در ناخودآگاه کودک ذخیره میشه، در ناخودآگاه نوزاد، و تا آخر عمر همراهش خواهد بود. بوی تن مادر و بوی تن پدر همراه با این کلمات لحظات خوش و آرامش بخش رو برای کودک، برای نوزاد تداعی میکنه و تأثیرش تا آخر عمر خواهد بود. تجربه کردید خانم ها و آقایونی که به هر حال حالا در سنین میانه هستن، 40 50 کمتر بیشتر، صاحب شغل، مقام و موقعیت اجتماعی هستن، زمانی که اینها مخصوصا وقتی که ناراحتی داشته باشن مادر رو در آغوش میگیرن، مادر حالا یک خانم سالمنده، پسر یا دختر یک شخصیت قوی، ولی وقتی که مادر رو در آغوش میگیره آروم میشه. آقایون دیدیم وقتی که مادرشون رو بغل میکنن چقدر راحت تر میشن. همسرتون دقت کنید، مخصوصا زمانهایی که خود درگیر باشن. میدونید چرا؟ اونا نمیدونن، نه مادر میدونه نه اون آقای خانم. بوی مادر، بوی بدن مادر تداعی کننده آرامش و امنیت برای اون نوزاد بوده. الان اون آرامش تداعی میشه و ما نمیدونیم از کجا میاد. اسمشو میذاریم محبت، چون مادرم رو دوست دارم. آره، ولی واقعیت امر اینه که این در لحظه های اول تولد، روزهای اول تولد، این حدود 2 ماه، حالا بین 40-45 روز تا 2 ماه، روزهای بسیار مهمیه برای امنیت. به همین دلیل توصیه میکنیم در بیمارستان و حتی در منزل، حالا باز بیشتر صحبت میکنیم، مطلقاً از لوازم آرایش استفاده نکنید. مطلقاً استفاده نکنید. اسانس های مختلف، عطر، ادکلون، اسانس های شیمیایی، حتی اسانس های طبیعی، به هر حال لوازم آرایش بو دارن و بدنتون هم بوی عرق نده. حتی اگر حالا در بیمارستان از دارو استفاده میشه، بوهای مختلف هست، لباستون رو عوض کنین. مخصوصا حالا وقتی که تشریف آوردید منزل راجع به اون صحبت میکنیم. بنابراین خیلی مهمه که در بیمارستان این اتفاق بیفته. کار دیگه این ندارید. خوشبختانه الان اولا نوزاد رو زود به مادر میدن، نوزاد خیلی پیش مادر میمونه و زود هم مادر از بیمارستان مرخص میشه و به منزل میاد. در طول بیمارستان مرتب برنامه در آغوش گرفتن نوزاد، حتی وقتی که خوابه، چه در آغوش پدر چه در آغوش مادر، وقتی که بیدار، گفتگو، نوازش و همین برنامه ها رو ادامه میدید تا زمانی که به منزل تشریف آوردید. اولین نکته در فضای منزل این هست که
اتاق استراحت مادر و نوزاد رو کنارترین اتاق انتخاب کنید. اتاقی که رفت آمد بهش کم باشه، زیاد در معرض سر و صدای حالا مهمانان، کسایی که برای ملاقات میان نباشه. در این اتاق خب گرما و سرما، گرمایش که خودتون بهتر از من میدونید، وسایل صوتی، تصویری، صدا، کامپیوتر روشن، این مسائل نباشه و حتی المقدور نور غیر مستقیم داشته باشه. حالا اگر اون نور مستقیم بود بعد توضیح میدم خدمتتون که چیکار بکنید. مادر میاد و مرحله دوم که مرحله بسیار مهمیه، یعنی استراحت در منزل شروع میشه. برنامه استراحت منزل شروع شده، برنامه خیلی مهمیه، بنابراین اجازه بدید که باز طبق معمول اون جمله معروف رو من بگم. شما هم یک استراحت کوتاه داشته باشید، بعد در خدمتتون برنامه رو ادامه بدیم.